ولایون سلام، شب بخیر، خوش اومدم. به خبرسازی های ما گوش فرادهید. در آغاز به گزارش خبرچنار ما از وضعیت دهشتناک نظام سلطه توجه فرمایید. خرابی اروپا و آمریکا از ذره‌ای به نام کرونا. انتقام سخت در راه است. در غرب وحشت همه جا را فرا گرفته. کمبود ماسک و ژل الکلی در اروپا بیداد می‌کند. داروخانه ها به جای دارو به دستمال فروشی روی آوردند. دستمال فروش ها دست فروش شدند و دست فروش ها بیکار. دود غلیظی از خانه ها زبانه می‌کشد. قحطی و بیابی جان خیلی ها را ربوده. در اروپا امنیت جانی به آرزوها پیوسته و شلیک توپ و خمپاره همه زمین‌هایشان را شخم زده. همکنون جمعیت بیشماری از مهاجران غربی به پشت مرزهای نظام ولایی رسیدند. مالزاده بای، خبرچنار واحد خبرتو بیارن از نظام سلطه. و اما چند خبر داخلی. مسئولین دلسوز ولایی موفق شدند 600,000 نفر رو از کرونا نجات دهند. همچنین بیمارستان‌های ما با صدها هزار تخت خالی مواجه شدند. پزشکان و پرستاران از بیکاری به بازی منچ و مارپله مشغول هستند تا اوقات فراغت خود را پر کنند. در همین حال قفسه فروشگاه از پر بودن در حال شکستن است. با تلاش مسئولان جان بر کف و کف بر دهان نظام، روند معکوس بیماری کرونا در کشور آغاز شده و امروز 100 مورد از زنده شدن فوتی‌های کرونا داشتیم. همکنون به گزارش تلفنی مسئول بحران مدیر ستاد گوش می‌کنیم. با درود به عمه همیشه در صحنه مقام عظما. همونطور که می‌دونید در رابطه با کرونا ما با دستاوردهای بزرگی رسیدیم و کارهایی کردیم که کل جهان رو انگشت به دهان کرد. الان همه سران اروپا و غرب با من تماس میگیرن تا از تجربه ما استفاده کنند. اونا پرسیدن که چرا تو فروشگاه شما پشه پر نمیزنه اما فروشگاه ما شلوغه و من به اونا گفتم که ما در نظام ولایی تجربه 40 ساله در این زمینه داریم که باید از قبل طوری جیب مردم رو غارت کرده باشید که اصلا پول نداشته باشن به فروشگاه برن و خرید کنن. الان خوشبختانه در راستای سال جهش تولید مقام عظما در واقع ما به مرحله صادرات غیر نفتی تجربیاتمون در رابطه با کرونا رسیدیم و هر روز با من تماس میگیرن. با تشکر از خدمات 40 ساله نظام، ولایون شب خوش.